بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. و اما توحید اسما و صفات این است که افراد الله تعالی باسمائه و صفاته، فرد و یکتا دانستن الله عز و جل در اسمها و صفاتهایش. برای الله عز و جل اسما و صفاتها است، چنانکه که الله عز و جل فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. برای الله عز و جل اسمهای نیکو است، پس شما الله عز و جل را به توسط امین اسم و صفتهای نیکو الله عز و جل را بخوانید. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و ترک بکنید او کسانی را که الحاد و کجروی میکنند در اسما و صفات الله عز و جل، بزودی جزا داده می شود به سبب آنچه که آنها عمل میکردند. الحاد و کجروی در اسما و صفات این تعطیل کردن اسما و صفات است، یعنی انکار کردن اسما و صفات است، و تحریف کردن و کیفیت دادن و تشبیه و تمثیل کردن، در حالی که الله عز و جل و اسماها و صفاتهای الله عز و جل از چیز منزه پاک است. چون که الله عز و جل می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز مانند الله عز و جل نیست و الله عز و جل شنوا و بینا است. پس توحید اسما و صفات این است که اعتقاد جازم، اعتقاد یقین و محکم به این که الله عز و جل براش اسمای نیکو و برای الله عز و جل صفتهای بسیار عظیم و بزرگ است و الله عز و جل متصف است با جمیع صفتهای کمال و الله عز و جل منزه است از تمام صفتهایی که در او صفتها نقص و عیب است. الله عز و جل منزه و پاک است. پس توحید اسما و صفات این است اینکه الله عز و جل در اسما و صفتهایی که دارد تنها است از تمام کائنات و از تمام مخلوقات، و این است عقیده اهل سنت و جماعت در باب اسما و صفات، و این است عقیده قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در باب اسما و صفات، که اهل سنت و جماعت الله عز و جل را وصف میکنند با آن چیزی که الله عز و جل خودش را وصف کرده است، با آن صفتی که الله عز و جل خودش را وصف کرده است. و همچنین اهل سنت و جماعت وصف میکنند الله عز و جل را با آن صفتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله عز و جل را وصف کرده است، بدون تحریف، بدون کجروی کردن در اسما و صفات و اسما و صفات را انکار کردن، بدون از اینها و بدون تشبیه، بدون تمثیل و بدون تعطیل و بدون تکییف و کیفیت دادن. و این است عقیده اهل سنت و الجماعت. پس سه قاعده خیلی مهمی است در باب اسما و صفات. اولا همین که الله عز و جل هر اسم و صفتی که برای خودش وصف کرده است و اثبات کرده است، اهل سنت و جماعت اثبات میکنند. هر اسم و صفتی که در قرآن و سنت ثابت است، پس اهل سنت و جماعت او را اثبات میکنند بدون کیفیت، بدون تعطیل، بدون تشبیه. و قاعده دوم، اهل سنت و جماعت تشبیه و تمثیل نمیکنند. نمیگن که الله عز و جل میشنود همون طوری که انسان ها میشنود، این و تشبیه نمیکنن. زیرا تشبیه کردن کفر است. مشابه کردن خالق را بر مخلوق این کفر است. الله عز و جل میفرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، یعنی هیچ چیز مانند الله عز و جل نیست. در اینجا ببینید که الله عز و جل اهل تشبیه را رد میکند. قسمت اول که لیس کمثله شیء، هیچ چیز مانند الله عز و جل نیست. و در ادامه آیت الله عز و جل اهل تعطیل را باز رد میکند. دو تا از فرقه های باطل را الله عز و جل در این آیت رد میکند. فرقه اول اهل تشبیه و اهل تمثیل، مشبهه را که اونها
صفتهای الله عزوجل را با مخلوقاتشون تشبیه میکردن. میگفتن الله میشنود همون طوری که انسان ها میشنون، الله میبیند همون طوری که انسان ها میبینن. اعوذ بالله من ذلك. و این عقیده کفری است و این عقیده اهل سنت و جماعت نیست. در ادامه آیت الله عزوجل رد میکند اهل تعطیل را، کسانی که انکار میکردن مثل جهمیه و کسانی که از جهمیه اتباع و پیروی کردن، اونها را الله عزوجل رد میکند که و هو السمیع البصیر. الله عزوجل در این ادامه آیت برای خودش صفت شنوایی و صفت بینایی را الله عزوجل اثبات کردن. پس رد اهل تعطیل یعنی کسانی که انکار میکنن اسما و صفات را رد اونها است. و قاعده سوم این است که اهل سنت و جماعت این کیفیت نمیدهند در اسما و صفات الله عزوجل، زیرا الله عزوجل به هیچ چیز خبر داده نیست. کیفیت و چگونگی اون صفات الله عزوجل را اهل سنت و جماعت بیان نمیکنن. پس قاعده اول اثبات هر آن اسم و صفتی که الله عزوجل اثبات کرده است که در قرآن یا که در سنت موجود است او را اثبات کردن. قاعده دوم تشبیه و تمثیل نکردن و قاعده سوم کیفیت ندادن در اسما و صفات. مثلا مثال الله عزوجل بر عرش است، ولی چگونه بر عرش است الله اعلم. الله عزوجل صفت نزول دارد، حصه آخری شب الله عزوجل به آسمان دنیا کما یلیق بجلاله پایان می شود. اهل سنت و جماعت را اثبات میکن، ولیکن بدون کیفیت. چگونه پایان می شود ایرا کیفیت نمیدهند. چرا؟ زیرا الله عزوجل از کیفیتش خبر دادگی نیست، از این خاطر پس کیفیت نمیدهند. و این از مختصر در باب اسما و صفات. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب